فعال جمعیت زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در مسکو اورز وزیربیکوف و رمزی وزیربیکوف که شام جمعه 29 یولی سال 2022 در فرودگاه دمدیدف شهر مسکو غیب شدند، در دوشنبه در بازداشت پیدا شدند. اورز وزیربیکوف و رمزی شاگونوف در یک ویدیو قریب 2 دقیقگی که توسط صحیفه های ترول های طرفدار حکومت معروف به فبریک جواب نشر شد، یکی به زبان روسی و دومی به زبان تاجیکی سخن کردند. آنها گفتند که گویا خودشان به تاجیکستان برگشته اینجا فهمیدند که تفتیشات نسبت به آنها سوالهای جدی دارند و از این رو گویا خودشان مستقلانه به مقامات تفتیشاتی حاضر شدند تا به سوالهای تفتیشات جواب بگویند. معلوم نیست که این مراجعت وزیربیکوف ها در کدام شرایط ثبت شده است و آیا آنها خودشان با اختیار خود این سخنان را زدند. قبلا هر دو به تکرار اصرار داشته بودند که اگر نوگهان در تاجیکستان پیدا شوند، این به معنای است که آنها را مقامات دوشنبه به زوری بردند. مقامات روسیه این دو فعال بدخشانی ها را در حال به تاجیکستان سپاریدند که ماه‌های می و ایون سال 2022 موج اعتراض ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان را مقامات با استفاده از نیرو سرکوب کردند. در جریان عملیات حربی در ناحیه روشان و شهر خوروغ بیش از 40 نفر کشته شده، بیش از 120 تن دیگر دستگیر شدند. در بین کشته و دستگیر شدگان لیدرهای غیر رسمی این منطقه مختار نیز بودند. طوری قبلا خبر دادیم اورز وزیربیکوف و رمزی وزیربیکوف شام جمعه 29 یولی سال 2022 در فرودگاه دمدیدوف غیب شدند. هواپیمای آنها از اکاترینبورگ ساعت 19:30 در دمدیدوف نشست و آنها در این باره به نزدیکان خود خبر دادند. بعد این رقم‌های آنها دست نوره شد. خبر داد منابع پامیر دیلی نیوز. اورز وزیربیکوف و رمزی وزیربیکوف نسبت به سیاست حکومت تاجیکستان به ویژه در مسئله ولایت مختار کوهستان بدخشان نظر و موقع انتقادی اپوزیسیونی داشتند. وقتهای آخر آنها به شدت از مقامات تاجیکستان برای سرکوب موج اخیر اعتراضات در روشان و خوروغ توسط عملیات حربی که در نتیجه آن ده‌ها نفر کشته و ده‌ها تن دیگر از فعالان و لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان دستگیر شدند انتقاد میکردند. هم اورز وزیربیکوف و هم رمزی وزیربیکوف شهروندان روسیه بودند، ولی در گذشته چندین موردی از شهروندی روسیه محروم و سپس به تاجیکستان اخراج کردن شخصیت‌های معروف رخ داده بود که نمونه‌های از همه برجسته‌اش اخراج کرامت شریپوف و عزت امان است.